Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu برادران اهل اسلام. حضرت حق سبحانه و تعالی در قرآن در سوره جین میگذاره که در 29 پاره و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، میگه مسجد فقط خانه الله های، مسجد غیر از طاعت عبادت امر معروف و ذکر قرآن خونه دیگه چی کار میکنی جایز نیست. مسجد انجا کن 110,000 آدم دینا جمع شده بود. این ما آمده موزی در چمی چشمه میگنش در همونجا هم 110,000 آدم جمع شده بود، تمام اینجا آمده بود. ما آمدیم به خاطری که شما را نشان بدیم مسجد حتی میگه بدبویمه هم باشه، نه که در درون مسجد نمازها نباشه، میگه در نزد الله میگه اجر میگه هیچ ارزشی نداره. مسجد یعنی از کپه هم باشه و نه که چی باشه در همونجا حضور باشه نمازشون رو بخونن مردم. ما هر چی میکنیم از برای الله میکنیم، مقصد ما برای که شما برادرای اهل اسلام دستگیر شما شه. ان شاء الله با ویدیو خیلی خوب میشوه با یاردم الله ما را برای راست برای هدینا الصراط المستقیم هدایت بفرماید. اللهم اهدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.